میکنیم. در بخش اول بحث پدافندی و جنگال، بعد از اون میرسیم به بحث فضایی، بخش سوم مربوط به تجهیزات زمینی و در بخش چهارم هم به نیروی هوایی میرسیم و آخرین بخش یعنی بخش پنجم به تجهیزات دریایی اشاره میکنیم. خب حالا بدون فوت وقت بریم سراغ بخش اول یعنی خریدهای پدافندی و جنگال. کراسوهای 4. کمتر کسی ممکنه توی ایران اسم کراسوهای 4 رو شنیده باشه، ولی خب اگر یکی از علاقه‌مندان به حوزه نظامی باشید و آزمایش‌های پدافندی ارتش رو نگاه کرده باشید، حتما با این سامانه جنگال روبرو میشید. اما کراسوهای 4 چه سامانه‌ای هستش؟ این سامانه در واقع یک سامانه جنگ الکترونیک و اخلال کننده رادار و فرکانس‌های رادیویی و ارتباطی پیشرفته ساخت روسیه هستش که اگر خیلی خلاصه بخوایم به اون بپردازیم و کارایی اون رو بگیم، کارش اینه که توی کار هر سامانه الکترونیکی و سامانه‌هایی که با برق کار میکنن اخلال ایجاد کنه و بتونه با ایجاد یک پوشش فرکانسی دست به جمع‌آوری اطلاعات بزنه. قدرت اختلال این سامانه در حدیه که حتی میتونه پوشش ماهواره‌ای یا حتی پوشش آواج‌های ناتو را هم مختل کنه و از 25 تا 50 کیلومتر برد عملیاتی مفید و اثر بخش داره. سری اول و قدیمی تر این سامانه با نام کراسوهای 2 و 3 بیشتر وارد ایران شده بودند، ولی خب توی یکی دو سال گذشته ارتش ایران محموله چند ده تایی از این سامانه رو تحویل گرفته و خب اگر درخواست ها بیشتر بود حتما به این سامانه به شکل تخصصی تر در یک برنامه جدا میپردازیم. اما میرسیم به مورد بعدی یعنی سامانه S-400 روسیه. یکی از بزرگترین سوالات همه نظامی دوستان ایرانی در مورد خریدهای نظامی ایران این بوده که آیا S-400 هم در لیست خریدهای ایران هست یا نه. در این مورد باید بهتون بگم که S-400 برای یک روز وارد ایران شد و در طول این یک روز توسط نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در مهرآباد تست هم شد و متاسفانه به دلایلی نمیتونیم بیشتر از این مسئله رو براتون باز کنیم. اما میرسیم به بخش دوم یعنی بحث فضایی. خب همه شما دوستان قطعا اسم ماهواره خیام رو شنیدید. ماهواره پیشرفته که با سفارش ایران توسط روس‌ها ساخته شد و در مدار 500 کیلومتری اطراف کره زمین قرار گرفت. و خب خیلی از شما ممکنه فکر کنید که این ماهواره تجاریه، ولی کاملا در اشتباه هستید. ماهواره خیام 1 دارای وضوح و پیکس تصویری کمتر از 1 متره، یعنی این لنز ها به این ماهواره توانایی تفکیک اهداف و اجسام رو در کمتر از 1 متر میدن. و خب جالبه بدونید که ماهواره های جاسوسی و نظامی همگی در این کلاس و حتی با قدرت تفکیک اهداف و اجسام بیشتری هم هستند و در واقع پرتاب این ماهواره در پوشش یک ماهواره تجاری بوده و از قدیم ضعف اطلاعاتی ایران برای هدایت و شلیک موشک‌هاش به اهدافش در منطقه احساس می‌شد و این ماهواره روسی و سایر ماهواره‌های روسی که قراره با نام‌های خیام 2 و 3 برای ایران ساخته بشن همگی دارای کاربری‌های نظامی و عمومی هستند و خب صادرات این ماهواره‌ها فقط بین کشورهایی با عمق رابطه استراتژیک در جریان. اما میرسیم به بخش سوم یعنی بخش زمینی. در بخش زمینی اکثریت خریدهای نظامی ایران مربوط به فولادهای نظامی و زرهی میشه که به دلیل نبود یک کارخونه مناسب برای تولید این نوع فولاد این خریدها انجام میشه و به نوعی باید بگم که هر نوع نفربر و یا تانکی که در ایران تولید میشه با آلیاژهای روسی ساخته میشه. به جز بحث فولاد زرهی که برای تولید انبوه تانک‌های کرار خریداری میشن، ایران به تازگی خط تولید تفنگ تهاجمی AK-103 رو در تبریز از روس‌ها دریافت کرده و این خط تولید تحت لیسانس روسیه در حال تولید AK-103 هستش و اگر ذره‌ای با سپاه و تجهیزاتش آشنا باشید متوجه هستید که این سلاح در حد سلاح سازمانی وارد خدمت این ارگان شده. البته این رو هم باید بگم که خرید
سری AK ها به AK-103 محدود نشده و خبرهایی از AK-12 هم وجود داره و محموله های اولیه یک سالی هستند که وارد کشورمون شدن. به جز مباحثی که صحبت کردیم، کامیون های نظامی کاماز روسی به شکل دوره‌ای از بندر انزلی وارد کشور ما میشن و اونها رو هم نباید فراموش کنیم که در حد چند هزار دستگاه به شکل دوره‌ای وارد کشورمون شدن و دارن تبدیل به ستون فقرات کامیون های نظامی ایران میشن و خبرهایی از خرید خط مونتاژ اونها هم به گوش میرسه. و خب از اونجایی که قراره به بقیه بخشام بپردازیم، این بخش رو در همینجا کنار میذاریم و به سراغ بقیه بخش ها میریم. بخش بعدی بخش هوایی هستش. جذابترین بخش خریدهای نظامی ایران از روس‌ها همین قسمته، یعنی بخش خرید جنگنده ها و بالگردهای جنگی مدرن از روسیه، چیزی که ایران 40 سال در انتظار اون هستش. و خب خوشبختانه امسال رسما ورود اولین محموله این خریدها یعنی یاک‌های 130 تایید شدن که خودش سندی بر ورود سوخو 35 ها در آینده نزدیکه. و خب هر کسی که عنوان کرده که روس‌ها سوخوها رو به ما نمیدن، حالا با ورود یاک ها این نظر اونها به صورت کامل و از ریشه و بن کنار گذاشته میشه. به جز این مسئله و تایید خرید سوخو 35 های روسی، خبر خرید بالگردهای میل 28 روسیه هم به گوش میرسه که زره پوشترین بالگرد جهانه که البته کاربر این بالگرد در ایران قرار سپاه باشه. و به جز اینها ایران خریدهای هوایی بیشتری هم داره. و خب به مرور زمان کم کم تیم ما دریچه هایی از این خریدها رو براتون باز میکنه. و اما میرسیم به بخش آخر و خریدهای دریایی که در این بخش ایران بیشتر در بخش تجهیزات ناوگان مانور داده و خرید سونارهای دریایی برای ناوگانهای کلاس کیلو و سیستمهای جنگال ناوگان ارتش از جمله خریدهای اصلی ایران از روس‌ها در بخش دریایی بودن. به شکل کلی و در جمع‌بندی هم باید بگم که خب قطعاً خودتون هم متوجه شدید که سطح، مقدار و کیفیت خریدهای ما از روس‌ها بسیار بالاست و خب ما خیلی از تجهیزات و جزئیات اونها رو به خاطر محدودیت زمانی و یا به خاطر محدودیت‌های اطلاعاتی و امنیتی نمیتونیم رسانه‌ای کنیم. و تنها چیزی که در مورد تحویل تجهیزات جدید میتونیم بهتون بگیم اینه که امسال قراره که خبرهای خوب زیادی رو شاهد باشیم. و البته باید این رو اشاره کنم که اگر این برنامه مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره، ما حتما در یک برنامه دیگه در تکمیل این اطلاعات به صورت مفصل‌تر و با جزئیات بیشتری خریدها و تجهیزات جدید وارد شده از روسیه رو براتون بررسی می‌کنیم.